سلام به داوشه گلم، من سویوایتی هستم و خوش اومد به ویدیوی امروز. بچه‌ها توی تامنیل دیگه واسهتون گفته بودم که چه قضیه از چه قراره. بچه اومدیم با ویدیوی نایف یکی از یوتیوبرهای معروف به اسم ارسیوایتی که خیلی هم میشناسیدش، یه خیلی هم گنگ بازیش. ولی دیگه بچه ببین تو این ویدیو نایف شد، یعنی من چی بچه‌ها، یعنی من نایفش نکردم. یعنی الان هر کی دیگه بود می اومد می نوشت بچه‌ها من ارسی وایتی رو نایف کردم و چی، این چند تا کلیک بیت دیگه هم میشه اسمون قدش دیگه مخاطب و دیگه خر فرض میکنه. بچه ببین داغ سویل ویدیو نایفش رو با صد آورد. یعنی بچه‌ها این ویدیو هم مال عید بود، قشنگ اسمش رو گذاشته نیوروز مبارک. داخل کاستوم روم رفته بودیم، آخر ویدیو دیگه همه چی معلومه. یعنی من اون لحظه صدامو میبندم، شما خودتون بشین رو قضاوت کنید که خودش یا نه. خود صدای خودشه، خود ارسیوایتیه. من خودم ندونستم بچه، یارم رفت نشست سرشون، همین پیام میداد میگفت سوی بودو، تو چت مینوشت سوی بیا سر اینا، بیا سر اینا. گفتم باش، حالا دیگه یارم حتما رفیقن با هم، من چه بدونم این ارسی بایتیه. رفتم اونجا، رفتم یارش نشستم، رفتیم داخل بازی. آخر سرم بیچاره تقصیرش نبود. ببین یعنی یه جور ریختن سرش بیچاره. هر کی دیگه بود نایف که سهل ازن، کلا من بودم لف میدادم اون لحظه تو بازی. حتی یارش هم بهش گفت ارسی لف بده، ولی وایساد و نایف شد و بیچاره ندونست که یه نفر از اعضای اون اسکواد که منم ریکورد بودم، یعنی فول ریکورد بودم اون لحظه. و بچه گوشیم داغ کردم. من اول بسم الله رفتم پایین، یه دونه ایکی دستم افتاد. اون سیزنی که بچه عید قشنگ این ویدیو مال عید بوده بچه، اون سیزن خیلی ام 13 نه ام 13 بود. اون گانی که اون طرف دستش شد خیلی قوی بود، اون متیکش هم بود. گرفت رو من از بک زد تا من رو کردم اینور اومدم چیزام دمیجش زدم، اون منو زد. حالا کار نداریم بچه، تا آخر من ریکورد بودم. یک گیم پلی هم واسهتون آوردم ببین. یعنی برو هر چی خوراکی دم دستت بیار بشین برای خودت ویدیو نگاه کن. این چیزی زدم تو در گوش انمی و اینور اونور. و بچه من الان موندم یه ویدیو من دارم ببین خیلی گانگه، یعنی فکر کنم خیلیاتون ندیدینش. حتی خب الان حتی پیش یکی از همتیمیام گفتم شدم 100 نفر اونو آپلود کنم اون ویدیو، یا شدم یکا. من الان موندم خودم، ولی تصمیم گرفتم یاد معلوم نیست تا ببینیم قضیه از چه قراره، اوضاع چجوری پیش میره. ولی بچه‌ها آپلودش کنم شاید خیلی ها برید چنل طرفو بزنید کلا آنساب کنید دیگه، اسم اون طرفم بیاد کنم 2 تا فوش بکشید به اون یارو که اسمش آورده. یعنی در این حد ببین داداش، نیاد تو داداش داغ سویل این داخل وایساده داره همه رو با اسنایپ میزنه، یه فاست اسکوبا میزنه در گوش 2 سال دیگه بفهمی چی به چیه. اینجا رو نگاه کن، نگاه طرفو با ماشین میزنی، یه دونه هد گلیچ میگیری داداش بیا پایین. بیچاره یه دونه کاور دیگه لازم هم نه مثلا دیگه برم نینجا بزنم اینا دیگه. بچا برید یه کاور بگی دیگه خیالتون راحته که طرفو میزنید. نگاه کن سطح ایم، خدا وکیل یه امفور چیده بودم تو این سیزن، هنوزم دارمش فکر کنم. بچه خیلی خر میزد، اصلا طرف فقط میشنست، اصلا کلا موومنتش قد میشد. داشم کرینگ سیکس هم که دیگه نیاز به تعریف نداره این سیزن بچه، گردونش میاد سیزن 8. امیدوارم که اصلا اونایی که دارن بزننش. اصلا یه چیزه چی بهش میگن، خیلی سطحش بالاست این گردون لامصب. این متیک یه دونه از اون متیک ها با ارزش، من خیلی باحال حال میکنم. اول ام 13 بعدین بچه ام 13 اصلا یه سیزنایی میاد هر وقت میاد، اصلا کلا چه دراپش چه بیرون دراپش یه دونه پک خشاب بنداز توش، برو باش اسکواد وایپ کن. یعنی میشه هم به جای اس ام جی ازش استفاده کرد هم به جای رایفل. اصلا خیلی اوضاعش خیته، طرف میاد جلوت میزنی اصلا موومنتش کلا قطع میشه، میدونی فقط میشینه. یه سیزن که اینطوری بود همه به جای شاتگان میرفتن ام 13 برمی داشتن. حاجی ناموسن فست اسکوپو داشتی، یعنی حال کرد. نگاه کن اینجا داداش، فرار نکن. نگاه یه شات اینجا قشنگ این چقدر، نگاه یه شات هم رو هوا میزنی بهش. داداش فرار نکن، تا کجا میخوای فرار کن؟ به نازم پرک خشاب. فقط اینجا رو نگاه، یارش اومد کاورش میگه، گفتم داداش بیا پایین، تو چی میگی داداش؟ یا خودتو میزنم یارو هم میزنم. نگاه این دفعه دوباره یارش اومد، نگاه کن اینم باز یه نگاه میای اینجا یه ایم میگیری سری یه دونه تمام بود. یعنی امکان داشت اونجایی که این ترپو نکره امکان داشت منو بزنه. و این نمیدونم چرا دیگه مثلا دیگه خیلی فکر میکنن دیگه ترپو بندازن دیگه میتونن طرفو بزنن. چون یه هد قشنگ اینجا یارم هم دعوا شد با یه دختر اینجا، خیلی اون لحظه بار بود. دختره میومد یه حرفایی میزد اصلا کلا داداش تو رو چی به اون حرفا،
خب یعنی میاد یه حرفایی میزنن بعضیاشون، خدا این خنده میگه. اینجا منم یه لحظه صدامو گذاشته بودم رو اون چیزی که نباید میگفتم و گفتم. یعنی گفتم ببین داداش من نه بوق حیف صدای سانسور ندارم، اگر میذاشتم رو صدام. حاجی من خیلی بدم از این SMG میاد ولی نمیدونم اینجا چجوری زد خدا وکیل. من ایم کردم زدم، نگاه کن یارش اومد اینو من سری فینیش دادم، گفتم گان اینو برداشتم پریدم پایین. داداش فرار نکن، کرینگ سیکس هم که خداست اصلا کلا یه گانی که من اکانت بخرم میگم حتما یا کرینگ سیکس داشته باشه یا چیز داشت چی میگه M13 داوشن. ببین اصلا متیک بالا دستش نیست، یعنی نگاه کن اینجا داداش غیبی میزنی فایده نداره، حداقل باید رو به چپ و راست بدی نه مستقیم بیای تو دل طرف فکر کنی دیگه غیبی داره طرف نمیتونی بزنه. نگاه کن یه دونه فست میزنی به این یارش میاد زدم من، نگاه اینم یه دونه تمام داداش بودو. خدا وکیل اون اولی هم زدم باید میخورد ولی گهگاهی دیگه باکتی ویژن خدا وکیل اصلا من فازشو من درک نمیکنم. گهگاهی خدا وکیل باید شاتایی که نباید بخوره میخوره، اونایی که باید بخوره نمیخوره. نگاه کن داداش بیا پایین رنده میکنم این تو اصلا ایم رود قفل میکنم طرف ندونه کجا خورده. اون شاتگان تو بده من، شاتگان حرمت داره نه لذت. نگاه کن میای اینجا یه دونه فست میزنی اول به این باته میری بالا، یه دونه اینو میزنی یه دونه اینو میزنی همه رو وان شات میکنی قشنگ. فقط یه دونه فست بزن دیگه کار نباشه، ایمو باز کنی بزنی تمومه گهگاهی باشه. ولی بیشتر موقع بچا خدا وکیل اصلا نمیندازه. وای بچه اینجا رو نگاه کنید، من اینو زدم اومدم پایین میگن طرف دیگه خیلی سفید باشه اصلا خود کاناتم یا نمیتونن کاری بکنن. نگاه اینجا این دو شات ببین نگاه کن، یعنی دیگه رفته بودیم اصلا رفت رو مخم. نگاه کن اینجا فقط رفته بودیم تو منو یارم میزدیم این و در و دیوار رو نگاه کن. اینجا آخرش اومدم چیز دادم نید انداختیم تو تا تونستیم بزنیمش. یعنی من 2 تا شات بزدم یارم من گفت چقدر بریز زدم من با این شات. نگاه میای پایین اینجا داداش چیکار یه دونه فست میزنی نایفش کلا نایفش دستش نه اومد میخواست بگه تیم اپ کنیم یا کلا میگفت چی بگم یا کلا نفهمید از کجا خورد بیچاره طرف. اینجا هم که من و یارم افتاده بودیم دنبال این ماشینا کلا دمیجشو میدن تا میترکیدن. نگاه کن این یک فقط اینجا داشته باشه. نگاه میای پایین سری فینیش. نگاه این یکی دیگه ببین پیچیدیم جلوش. نگاه کن این یکی دیگه حالا باز یه دونه دیگه هم نگاه اینا. خب بچه‌ها با آخر ویدیو رسیدیم، من دیگه صدامو میبندم شما خودتون ببینید و قضاوت کنید. همتون دوست دارم ویدیو بعدی خدا نگهدار همتون. حتما هم چنل لایک کن چنل میگه ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید واسه انرژی دادن به من. فعلا داشت مبارک مرسی داشت بگی تو هم گذاشتی ببین ویدیو جدید داشت من اصلا ویدیو نداشتم با این اسم من خودت فهمی نه ببین اسم نمیمونه ببین ویدیو جدید نداشتم بعد چیزی من اصلا خواسته بودم آها کاستوم اومدی آره نه فکر کنم کنار من نجسی شدم آره اینم هست اکانت تو میگه ببین بله یه پسته رو گذاشتم هم بوم جویدم واه یه جیره برو اسکین نمیشینه بکنم نمیزنی عید بک حتی اسکین چیه تو نمیدونم
بیناموس مثلا که چی؟ اشتباه لفه قولها رو خاموش